به نام خدا. سلام. امروز با توضیحاتی در مورد بانک صادرات ایران با نماد وبصادر در خدمتتون هستیم. بانک صادرات ایران در حال حاضر قدیمی ترین بانک تجاری غیر دولتی ایرانی است که در سال 1331 فعالیت خود را آغاز کرد. در گزارش صورت سود و زیان 6 ماهه بانک صادرات درآمد عملیاتی 80358 میلیارد تومانی ثبت شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 57% رشد داشته است. بانک صادرات در 3 ماهه اول سال مالی 9 ریال و در 6 ماهه 11 ریال سود محقق کرده است. بانک صادرات ایران در آبان ماه حدود 12400 میلیارد تومان درآمد تسهیلات گزارش کرده است که نسبت به مهر ماه تغییر اندکی دارد. سود پرداختی به سپرده ها در این ماه 10900 میلیارد تومان است که در مقایسه با ماه قبل 3% کاهش داشته است. بانک در این ماه 1257 میلیارد تومان درآمد کارمزد گزارش کرده که 11% بیش از ماه قبل است. تراز کل بانک در این ماه معادل 4100 میلیارد تومان است که 1400 میلیارد آن ناشی از عملیات تسهیلات دهی است و نسبت به مهر ماه 2% افزایش دارد. در مجموع 8 ماه تراز کل بانک برابر با 24 همت است و نسبت به دوره مشابه سال قبل 108% رشد نشان می‌دهد. مهمترین دستاوردهای بانک صادرات در سال 404 شامل رتبه سوم شبکه بانکی در مانده سپرده‌ها، فروش 10 همت سهام شرکت‌های غیر بانکی، پیشتازی در چک دیجیتال سپهر با صدور حدود 9 میلیون چک و رتبه پنجم بین 100 شرکت برتر از نظر حجم دارایی. سرمایه بانک به بیش از 78000 میلیارد تومان رسیده و افزایش سرمایه تا سطح 90000 میلیارد تومان نیز در دستور کار مدیران قرار دارد.